بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، بلکه این موضوع ما به اعتبار بعضی نفرها نباشد، لیکن دقت و توجه اکثریت انسانهای روی زمین به بازی چمپیونات فوتبال جهانی که در کشور قطر گذشته ایستاده است می باشد. از همین خاطر خواستم در این مورد یک کمی روشنی اندازم. امیدوارم نوار را تا آخر تماشا کرده به نزدیکان خود پهن میکنید تا آنها نیز باخبر شوند. مبلغی که برای این جشن چمپیونات فوتبال جهانی که قطر جدا کرده است زیاده از 200 میلیارد دلار می باشد، در حالی که میلیون ها مسلمانانی که در سومالی، افیوپیا، سودان و دیگر کشورها هستند از گرسنگی فوتیده ایستادند. کشوری که اهالیش 2.8 میلیون نفر است زیاده از 200 میلیارد دلار را برای حمایت بازی‌های اروپایی خراجات کرده است. این رقم است که انسان را به فکر فرو میبرد، در حالی که مسلمانان یمنی که در مسافه 1 ساعته راه در همسایگی قطر موجود است برای زنده ماندن برگ خورده ایستادند. از ابوذر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که سحر از خواب بیدار شد و تمام فکر و خیالش درباره چیزهای دنیوی باشد از خدا چیزی نخواهد گرفت. کسی که به کار مسلمانان پروایی ندارد از شمار آنها نیست و اختیاراً بدون مجبوری خود را خوار می کند. او از ما نیست. الله اکبر. به شما چی شده ایستاده است ای مسلمانان شرق اوسط؟ علم‌آورش در آن است که شخصانی که برای چمپیونات فوتبال غرب که تقریباً 1 ماه طول میکشد اینقدر تلاش کرده، اینقدر خراجات کرده این بازی را حمایت دارند و پروای به احوال مسلمانان نمی کنند. اما از دیگر طرف نظر کنی گویا که آنها به اسلام دعوت دارند، به مثلی که آغاز بازی را با سوره های قرآن باز کرده و یک چند عالمان اسلام را دعوت نمودند. البته منظور من اینجا این نیست که سوره های قرآن را خواندن، عالمان را دعوت کردن این کاری خطاست، بلکه راه دعوت به اسلام این گونه نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای دعوت به اسلام از یگان تکلیف و نیرنگ های کافران استفاده نبردند. برعکس جواباً به آنها گفتند که اگر آفتاب را در یک دستم و ماه را در دیگر دستم دهید از راه هم نمیگردم، یعنی تکلیف کافران را رد کردند. اما شما در مسئله های آزادی خواهان LGBT و شراب و دیگر مسئله ها با آنها بحث و جدال کرده تفکر آنها را در بین مسلمان ها پهن نموده ایستاده اید. اگر ما مسلمانان به دعوت کافران پردازیم نه با واسطه چمپیونات فوتبال جهانی بلکه با فتح کشورهای آنها موفق می شویم. حضرت عمر رضی الله عنه می فرمایند ما قومی هستیم که الله ما را با اسلام عزیز گردانید. هر وقتی که عزیزی را در غیر از اسلام بجوییم الله ما را خوار خواهد کرد. عزیزی تنها در اسلام است.